دانشجویان بزرگترین دانشگاه مکدونیا بر ضد اصلاحات در قانون تظاهرات کردند که به مقامات حکومتی اجازه می‌دهد نظارت بر مؤسسات تعلیمی را بیشتر کنند. با گفته وزارت معارف، قانون نو امکان می‌دهد که کیفیت تعلیم در دانشگاه‌های مکدونیا بهتر شود. اما با گفته دانشجویان، حکومت می‌خواهد صاحب اختیاری مؤسسه‌های تعلیمی را که قانون اساسی کفالت آن را داده است از بین برد. تظاهرگران خواستند قانون نوی معارف قبول شود و دانشگاه خود را در اسکوپیه منطقه خود مختار اعلان کردند. در شهر پشاور پاکستان مردم بیجا شده منطقه قبیله نشین طلب کردند خساراتی که در جریان عملیات ارتش به ضد تندروان به خانه و در آنها رسیده است پرداخته شود. قبیله های پشتون بیجا شده همچنین از حکومت خواستند برای بازگشت آنها به خانه هایشان چاره بیاندیشد. در شهر اسلام آباد یک کمیته دولتی برنامه را بررسی کرد که امکان می‌دهد این مردم تا یک سال دیگر به خانه هایشان برگردند. بعد از شروع عملیات نیروهای مسلح پاکستان بر ضد طالبان و دیگر تندروان 2 میلیون نفر از مردم منطقه‌های قبایل نشین بیجا شدند. در شهر کابل پایتخت افغانستان رهبران اتحادیه‌های کارگری از حکومت و صاحبکاران خصوصی خواستند به مشکل بیکاری رسیدگی کنند. با گفته اتحادیه کارگران افغانستان هم بیکاری و هم کمبیزاتی در کشور زیاد می شود. با گفته وزارت کار و حفظ اجتماعی افغانستان اگر جامعه بین المللی وعده‌های کمک برای اقتصاد کشور را اجرا می کرد، اوضاع در افغانستان بهتر می بود. در میان اهالی 40 میلیون نفری افغانستان 4 میلیون نفری آنها جای کار ندارند. در شهر بیشکک دادستان سابق کل قرقیزستان رئیس جمهور را تنقید کرد و گفت بعد از شنیدن تهدیدها می‌ترسد که به خانواده‌اش آسیب برسانند. ایدا سلیانووا که علیه چندی از وکیلان پارلمان و مقامات حکومتی پرونده باز کرده بود، بعد استعفایش در ماه ینور بار اول نشست خبری برگزار کرد. او گفت برای آن از مقام دادستان کل رفت که المصبک اتنبایف رئیس جمهور برای از بین بردن فساد در قرقیزستان اراده سیاسی نشان نمی‌دهد. در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان 60 زندانی که به حبس 1 عمری محکوم شدند به گرسنه‌نشینی که 2 هفته پیش شروع کردند ادامه دادند. آنها طلب دارند پرونده هایشان بازنگری شود. وکیلان دفاع میگویند وضع صحتی بعضی از زندانیان بدتر می شود. در زندانهای گرجستان 80 نفر محکوم شده به حبس 1 عمری نگه داشته می شود.